محمدعلی چون عرفه 8 مارت یعنی عید بانوان عید مادران است. یگان مراتبه مادرت را گفته ای من تو رو دوست می‌دارم. نه راستی گپ نگفتم. بیا این حال چون در این عرفه قرار داریم زنگ میزنیم و مادرت را بگو که من شما رو دوست می‌دارم که چی میگویم؟ خوب من زنگ زن. الو. ابا جان السلام علیکم شما نازمی؟ ناز رحمت و من شما سخت ناز میبینم. شد ماله. پس نه من پرسیدم نوبت تو با مادرت زنگ زن و بگو که من شما را دوست ندارم. اوچا چخش سلامتی خوب؟ رحمت بچه‌م سلامتی خودت نه؟ تیش که خدا اوچا جان من شما رو دوست می‌دارم. رحمت بچه‌م من تو رو خیلی زیاد دوست می‌دارم. دوستان عزیز ما می‌خوایم امروز در همین مورد که آیا فرزندان این جمله را و پدر و مادرشان گفتند یا نه، چون هر چند جمله خیلی جمله ساده بکنن ولی گفتنش خیلی وزنین است، چون این احساس قلب است که گفتن خیلی دشوار است. ما امروز در همین موضوع از ساکنان پایتخت پرسان میشیم که دایر به همین موضوع یعنی دایر به همین گپ و مادرشان یگان چیز گفتند یا نه. رفتیم ما رو همراه باشید. شما یگان مرتبه مادرتون رو گفتید من تو رو دوست می‌دارم؟ نه. بهتون روز زنگ زد همین جمله رو در همین روز 8 مارت به مادرتون گفته باشید؟ یک تمام یاد نمیاد. نه نکی. برای اینکه مثلا بخیر خودش زنگ زنید همین جمله رو از لازم بگویید. زنگ زنید خودش. الو. سوزن ما؟ سوزن شو کسی؟ هیچی نه فقط. مام؟ مام جان من شما را دوست می‌دارم. من شما دوست می‌دارم. حقیقی باش شرط کنید که اکسپورت نمی‌کنه چی؟ کرده. الو. اوچا جان من شما رو دوست می‌دارم. هیچ. مادرتون رو گفتید من تو رو دوست می‌دارم؟ شاید خطی گفته باشم اما میتونید عینی حال زنگ زنید و مادرتون همین جمله رو گفته باشید. خوش بگیم زنگ زنید به مادرتون. تبریک میدکتر. الو. اوچا جان چخلین؟ ساز رحمت. اوچا جان یک گفتم دارم. من شما را سخت دوست می‌دارم. بفهمید. فهمیدین؟ میگم من شما را سخت دوست می‌دارم. نه هم خیلی. وقتی که مادرتون زنده بودن یگان مرتبه گفتید که مادر من تو رو دوست می‌دارم؟ البته من گفتم بسیار گفتگی. من گفتگی اما باز کنم. چی کلمه گفتن خیلی دشواره؟ نه یک چیزی مثلا شاید همین جمله گفتگی نباشید مثلا خیلی لغز بدونم. اصلا چشمو ما همین شما با یگان بار من شما دوست می‌دارم گفته بودم یا نه؟ من اگر شما با نگفته باشم خیلی من شما بسیار ناز می‌بینم بسیار دوست می‌دارم من شما رحمت کلان تا کسان نشوید. شما خواب دیدم برای همین گفته زم که من بسیار شما ناز می‌بینم خودتان احتیاط کنید خیلی چی گناه کرده باشم خیلی بخشه. اوکی مرسید برو شده است مادرت گفته باشی من شما رو دوست می‌دارم. نه نگفتم تازه. پس عینی حال وقت است بگیر زنگ زن مادرت گفت من شما رو دوست می‌دارم. الو. اوچا جان سلام علیکم. من شما رو دوست می‌دارم اوچا جان. رحمت.
Алло, Алло. эй, Джон? Я вас люблю, я. من شما را دوست بدارم. منم شما را بیخ دوست می‌دارم. رحمت. شما یکم مرتبه با مادرتون گفتید من تو را دوست می‌دارم. بله. شما میتونید این حال از با تلفن زنگ زمین گپ رو بگویید. الو. مادر جان شما را دوست می‌داره. رحمت جان همچنین. رحمت. شما مثلا یکم مرتبه مادرتون را گفتید در رویش یا در تلفن که من شما را دوست می‌دارم. اگر مادرم می بودن با جان دل تبریک میکردم البته بسیار غصه میکردم خیلی مادرانی که هستن عمر دراز صحت سلامتی آرزومندم عیدتون مبارک باشد